السلام علیکم هموطنان عزیز همزبانان تاجیکریان. این ویدیو برای زنهایی که اگر حامله باشن این گونه گفتنی هستم که و طفل رو خداوند برای شما چی دادگی است، امانت دادگی است، در بطن شما هسته. همون حامله داریتون رو باید که خوب گذرونین. گپ‌های چی میگن، دلخراش، دلسیو، گپ‌هایی که شما رو غمگین میکنند یا که دلتون میرنجاند یا که زیغ میشوید، از اون گپ‌ها باید خودتون دور گیرید. این کودک در بطن شما چی هست؟ امانت از نزد الله تعالی است و تربیت کودک در بطن مادر آغاز می‌یابد. برای که سلامتی کودک در امانتی در دست شماست. برای سلامتی کودک باید فکر کنید که کودک سالم باید به دنیا آید، چیزهای خنک باید که ننوشید، در جای خنکی باید خواب نکنید. خب بعد چی میگن، در دل نهار مثل که کسی که چی داره، تاکسیکوز داره که پرت داره، نانی خشک رو در پیش مونه، نانی خشک گیرین یک گاز گیرین، نانی خشک همون دل بهزوری شما میگیرد. کسی که وای دارد پرت میکند وقتی از خواب میخواد که دلش میشورد، نانی خشک در پیش مونه. سوخاریک میگن کل دیگه، سوخاریک تازه باشد بیاگون پراوا باشد، سوخاریک تازه باشد یک نانی خشک نختم، نانی خانگیه مثل خلیبه در پیش مونین، در دخوابکه خشک کرده در پیش مونین. سحری که خواب بیدار شدین از خواب نخیزه اون را یک گاز گیرین همون نکنید خواهید همون دل بهزوریتون رو میگیرد انشاءالله. پریپرا وقتی نه، پریپرا وقتی برعکس دلتون رو میشورن میپرتوین در دل نهار. بعد کتاب خوانید، کودکتون کتاب میخونید که کودکتون کتاب دوست دار میشه در حامله داریتون. در هوای تازه بسیار باید که سیر گشت کنید. خوب اساس است برای زنی حامله. خوب باید رید، نغز باید خوبتون گیرید. با آدمایی که کج نگاه میکنن که هر گپ میزنه حامله داری و میدن، با این آدما تمام گپ نزنین. آدمایی که شما رو میگن که کودک با در شکم اینقدر احتیاط میکنی، احتیاط باید کنی. کودک باید احتیاط کنی. در دو وقتی که ما دخترچه‌مو طلاق کردم، یک تا زن قدی در مستوی و خوردیم بوفید در میرفتیم چای سود کمون گفت نمیمونیم. اوای به من که قصه کرد که در حامله داریش کارسونی چی میگن خمیر این برداره سری کودک انیمی قوای قطی ورم قطی اومد، گیمت توما قطی به دنیا اومد. ببینید کارسون برای شکمتون نبردارین، چیزی وزبینه نبردارین. کودک اوج میشه، میفرویه و اوگرژش میشه و پیش از مهلت تولد میشه. من وقتی که حامله دار شدم خوشتمال نگفتم که خاله جان که من امروز به شما خبر رساندم که من یگان کاری وزبینه میکنم، کاری سبک هم میکنم. خاله جان پس میشم طعام میپزم، اتیوک میکنم، لباس ها رو میسو کاری اصلا نه که خمیر نمیشورم، گوب نمیشورم، کاری وزبینه میکنم تا طفل من به دنیا آوردن. آره که دکتر با من گفتم که تو کودک دار نمیشه، اگر شدی باید رو احتیاط کنی که با کودکت ویران میشه، ولی که ویکیلیش بسیار میشه. بعد خشتمان زنه که خوب بود. گفت که اومد دختر جان خیلی خدمت کنم، خیلی قایس گلم خیلی. گفت که با کارلیو آوردیم که باید خیلی مست کنی. اومد خشتمان گاش گفت کار نباشه داده پیش خود بگی همین در خانه. گفت همه کار میکنه. گفت چی کردی؟ گفت خیلی گویش گفت اینا کودک یک ماه باشه، دو ماه باشه، 7 ماه دیگه خیلی قدش یاردم گفت کاری وزمین تو که کاری سبکای میکنه. یکی جا میسته و دغدغه یکی جا میسته. قایسنگلم بخواب کرد. خشتمانم پشتم داد، خسرم پشتم داد. الحمدلله. بعد هم خیلی دخترچه‌م الحمدلله که احتیاط کردم، در نظارت دختر بودم، میرفتم دختر چیزی که میگفتن گپشون میگفتم. الحمدلله دخترچه‌م سالم به دنیا آمد. باید میگم عقل سالم در جسم سالم باید که ما مسئولیت کنیم با خشتمان، با شوهر، با خسر. قیسنگل اگر خوب باشه با آنها، نه قیسنگل ما طرف من نبودن هیچ وقت. خشتمان طرف من بود، خسر طرف من بود، شوهرم طرف من نبود، خدا رحمتش کنه، طرف من نبود هیچ گاه. لیکن خشتمان و خسر پشت میگفتن، در پشتم بودن. برای همین کسی که در پشتون هست با هم مسئولیت کنه. کودک شماه. کودک اگر خراب بیاد میگه که آتش کودک ساز نگاه نکنه، کودک خراب اگر کودک شروع بیاد که آتش دماننده، کودک اگر جگه جوش بیاد آتش دماننده. این بودگه. برای این کوشش کنید کودک سالی بود نبیاد، کودک زیبا به هر در دختر خانه با پس ندوید. هم هسته در بطن کودک تربیه مییابد. وقتی که پیش یک عالم کودکی نوزاده میارن چگونه تربیه کنیم، عالم میگوید که شما دیر کردید، کودک در بطن باید 9 ماه پیش در بطن باید تربیه میکردیم. وقتی که کودک در بطن مادر است گپی بلند باید نزنین، داد باید نزنین، باید که مادر باید نترسانین. و با واسطه مادر کودک ترس میگیره، برای که همه غذاها رو با واسطه مادر کودک میگیره. همه عصب مادر آرام باشه کودک هم آرام، عصب مادر ناآرام کودک هم ناآرام است. در همین نه همه حامله داری شما همچون ملکه باید باشین. ملکه به معنای اینه که مثلا اون کارو نکنید. من گفتم
به شما من کارهای سبک هم میکردم، مثل لباسای اتوک میکردم، طعام میپختم، نانها رو وقتی که میکردم من پشتاشون مثل چی توزه میکردم در مثل آشخانه، مثل پسوده میشستم، چی میگن خانه رو مثل میرفتم دیگه. پولاره یه وقتا میشکیدم، یه وقتا پول نمیشکیدم وقتی که ممکن نبود. برای همین چیزی که ممکن است میکنیم، چیزی که ممکن است بر وقتی حامله داری با مسئولیت گینکولوگ نمیکنیم. با مسئولیت بود خانه میفهمیم که همین خیلی است. برای که فرزند که سالم به دنیا آید با همون آرومی اویل است. یگان سنتون شما سر نمیکنین، یگان دوران با دختر کودک نمیتین. کودک من به دورو کلانش این دخترچه من الحمدلله 14 ساله شد، یگان دوروی دختر دادگی نیستم من. برای چی؟ برای که در بدن سالم نگاه داشتگی. فقط همین در وقت خونگی ما برای پروفیلاکتیک سیاه‌دانه می‌نوشیم. دخترچه‌ها می‌تیم سیاه‌دانه می‌نوشن، یا که در خانه حلبه باشه چای حلبه کده می‌نوشیم. نمی خیلی چیزا میکنیم. تمپراتور کنه اگر هیجامش میکنه دخترچه من نمی زمستانی تمپراتور کده بدیم هر دون هیجام کده بدیم دخترچه من نمی خیلی تابت میکنیم. یکی دوروی دختر ما استعمال نمیکنیم. من دختر هستم لیکن یگان کس توصیه نمیتونم دوروی دختر رو استعمال کنیم، ولی که همه دوروها ضرری خودشو دارن. 10% فایده کنه، 90% دیگه ضررش میرسونه دورو. یا که یک عضو تابت میکنه، یک عضو دیگه حتما ضررش میرسونه. بخصوص جگر، برای که همه دوروها همه چیزای فلوسیمو با واسطه جگر تازه شده به عضو ما داده می شود. برای همین سلامتیتون احتیاط کنین. مادری حامله التماس خودتون را احتیاط کنین. شما مادر هستین، به طفل در بطن شما هسته، شما اون رو حس میکنید، کسی دیگه حس نمیکنه. یعنی عقل پایه دولت است. خب بدیلیت کنید و لایک مونید و سابسکرایب کنید. برای در آینده ویدیوهای جالب شما انتظار است. می‌دارم.